بعد از دیدن این ویدیو احتمال رسیدن به اهدافت 100 برابر میشه. با هم ببینیم. که دو تا انگلیسی ماشینشون خراب شده بود تو جاده، اومدن یه شتربانی رو صدا کردن که سوار شتر بشن و با اون برن. یکیشون عربی بلد بود، این دو تا انگلیسیشون بلد نبود. که پولی بهش دادن ولی تو راه ناسزا میگفت که خدا نمیدونم چنینشون کنه نمیدونم فلان. اونی که بلد بود هی ترجمه میکرد برای اون دوست دیگه‌اش، میگفت الان فلان ناسزا رو داد. گفتش که نگفت که ما رو قاهره، چون می‌خواستن برن قاهره. گفت نگفت که ما رو قاهره نمیبره. گفت نگفت از کاری نباشه. باز دو مرتبه گفت الان یه چیز خیلی بدتری گفت اینا. گفت ولی نگفت که ما رو قاهره نمیبره. گفت نه قاهره میبره. گفت کاری نداره، شما می‌خواید بریم قاهره، ما چیکار داریم؟ چی داره میگه اصلا؟ آدمی که یه جایی میخواد بره به این چیزا کار نداره که مثلا کیک باره من اگر ببینم چه نمی‌کنم. مثلا فرصت ندارم این چیزا فکر بکنه. شما همتتون رو بلند کنید، بگید من می‌خوام کسی بشم تو دنیا. می‌خوام به جای بلندی برسم. همون لحظه که این همت رو کردی اصلا چهرهت فرق میکنه. فقط کافیه ذهنتو متمرکز کنی روی اون چیزی که واقعا میخوای بهش برسی. انقدر ذهنتو پراکنده نکن. بذار برای یه بارم که شده فوکوس کنی روی اهداف خودت رفیق. مهم نیست بقیه دارن راجع به تو چی میگن، مهم اینه که تو داری به سمت هدفت میری.